این پیرمرد یه تیکه طلا داخل رودخونه پیدا میکنه و حتی به سگش هم یاد میده چطور طلا پیدا کنه. اما سگ از انجام این کار خوشحال نیست و میخواد یه کار هیجان انگیزتر انجام بده. یه روز سگ یه حیوانو میبینه که داره به سمت جنگل میدوه و با هیجان از رودخونه رد میشه و دنبالش میره. داخل جنگل سگ یه گرگو میبینه و باهاش رفیق میشه. گرگ سگو به گلش میبره و بهش یاد میده چطور شکار کنه. چند وقت بعد سگ یاد میگیره شکار کنه و بعد شکارهاشو برای صاحبش میاره. صاحبش از این کار سگ حسابی خوشحال میشه. اما یه روز صاحبش سگو با گرگا میبینه و بهش میگه اونجا بهترین جا برای زندگی کردنشه، چون حالا دیگه اون پیر شده و ممکنه به زودی فوت کنه. پیرمرد سگو با گرگها تنها میذاره و میره. یه روز یه خرس عصبانی به گله گرگها حمله میکنه و سگ به تنهایی باهاش مبارزه میکنه و فراریش میده. و بعد از این اتفاق گرگها سگو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب میکنن.